روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست منظورتان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در شهر پراگ. در 10 دقیقه بعدی درباره نشست خبری سفیر افغانستان در دوشنبه گزارش می‌دهیم که امرالله صالح را رهبر افغانستان اعتراف کرده است و این حادثه همزمان با بسته شدن صورت حساب‌های بانک مرکزی افغانستان در آمریکا به وقوع پیوست. سپس درباره جراحت شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در یک صدمه اتوبوس در جمهوری بوریاتیای روسیه خبر می‌دهیم. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر می‌دهد که وضع باد و هوا در روز 18 آگوست همچنان گرم باقی می‌ماند. در پایتخت شهر دوشنبه 32 درجه، در کولاب بیش از 33 درجه، در باختر بیش از 34 درجه گرم است. در مناطق شمال تاجیکستان از جمله در استرافشان درجه هوا کمی پایین‌تر فرآمده و 28 درجه برابر بوده است. سفارت افغانستان در تاجیکستان روز 18 آگوست اعلام کرد که امرالله صالح معاون اول اشرف غنی به طور قانونی رئیس جمهوری این کشور است. همین طریق بعد فرار پرزیدنت اشرف غنی دو نیرو دعوای رهبری افغانستان را کردند. 17 آگوست امرالله صالح اعلام کرده بود که بر اساس قانون او اجرا کننده یا سرپرست وظیفه پرزیدنت افغانستان می باشد. دیروز همچنان طالبان در کابل نشست دایر نمودند و نظر خود را درباره آینده این کشور ابراز داشتند. محمد ظهیر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان روز 18 آگوست هنگام نشست خبری گفت پس از فرار اشرف غنی معاون نخست او بر اساس قانون اساسی این کشور مقام رئیس جمهور افغانستان را بر عهده دارد. او فرار غنی را خیانت به دولت و ملت نامیده ادعا کرد که 169 میلیون دلار مردم کشور را با خود برده است. خبرنگاران رادیوی آزادی در این نشست حضور داشتند و گزارش آنها در برنامه خبری امروز تقدیم می شود. ایالات متحده آمریکا سرمایه بانک مرکزی افغانستان را در صورت حساب‌های آمریکایی بسته، طالبان را از دسترسی به میلیاردها دلار محروم کرد. یک منصبدار مأموریت ایالات متحده آمریکا گفت طالبان نخواهند توانست از یگان صورت حساب بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده آمریکا پول بگیرند. مأموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن آخر هفته گذشته بعد اشغال کابل از طرف طالبان و فروپاشی حکومت روبه‌غربی افغانستان این قرار را قبول کرده است. به قول صندوق بین المللی پول آخر ماه اپریل ذخیره بانک مرکزی افغانستان به 9 میلیارد و 400 میلیون دلار برابر بود و اکثر این سرمایه که پول نقدی دلار، طلا و اوراق گرانبها بوده است در بانک ها و مؤسسه های مالی آمریکا نگهداری میشد. گروه طالبان در رویخط تحریم های ایالات متحده آمریکا جای داده شده است و از این رو شاید بدون اعتراف رسمی حکومت طالبان از طرف ایالات متحده آمریکا و اتفاقچیانش طالبان به سادگی به این پول دسترسی پیدا نمی کنند. بر علاوه ایالات متحده آمریکا می تواند در چارچوب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تقدیم قرض به افغانستان را متوقف کند. افغانستان یکی از کشورهای قشاق‌ترین عالم بوده به کمک‌های خارجی شدیداً احتیاج دارد. به قبل بانک جهانی از 4/3 بودجه افغانستان را کمک‌های خارجی تشکیل می‌کنند. دیروز اولین نشست طالبان در کابل برپا شد و همکارمان میرزانبی خالقزاد میگوید این جنبش تندگرای اسلامی تلاش دارد نظر اهل عالم را تغییر دهد. روز سه‌شنبه طالبان وعده دادند که حقوق زنان را احترام نموده افرادی را که ضد آنها جنگیدند عفو می‌کنند. در اولین نشست مطبوعاتی از زمان اشغال کابل طالبان همچنان عهدهداری گرفتند که خاک افغانستان برای تهیه حمله‌های تروریستی استفاده نخواهد شد. کارشناسان این وعده ها را همچون کوشش آرام نمودن جامعه جهانی و مردم وحشت زده داخل افغانستان ارزیابی می‌کنند. 17 آگوست فرودگاه کابل بعد از تلاطم روزی پیش دوباره فعال شده پرواز هواپیماها برای انتقال خارجیان و همکاران افغانی آنها ادامه یافت. کوچه‌های کابل زیر نظارت طالبان سلاح به دست قرار گرفتند و اکثر ساکنان از خانه‌هایشان بیرون نمی‌شوند. در دکان‌ها و فروشگاه‌های کابل به وجه عموم بسته است. اثنای صحبت با خبرنگاران سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که طالبان جانبدار تنظیم روابط صلح‌آمیز با دیگر کشورها بوده، زنان امکان خواهند داشت که در چارچوب شریعت اسلامی کار و تحصیل کنند.
او افزود طالبان نمیخواهند نه در بیرون و نه در داخل کشور دشمن داشته باشند. اکنون کشورهای غربی باید در مورد معامله با این گروه آشوبگر اسلامی که طول 20 سال به نیروهای بین المللی مقاومت کرده است به قرار رساند. سخنگوی قصر سفید جیک سولیوان در شهر بروسل گفت طالبان باید به اهل عالم نشان دهند که مقصدشان چیست و چگونه آن را عملی میکنند. رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا جوزف بارل باشد ابراز داشت که طالبان افغانستان را زیر نظارت قرار دادند و اتحاد اروپا باید با آنها گفتگو کند. شورای علمای اسلامی تاجیکستان میگوید سپردن انداز به دولت ثروتمندان را از عهدهداری سپردن زکات آزاد نمی کند. این شورا که یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان است، در سامانه رسمیش می نویسد سپاریدن انداز مال به زکات داخل نمی شود، زیرا زکات دستور شریعت بوده و حساب آن جداگانه است. مطابق تعلیمات دین اسلام، پیروان آن که دارایی‌هایشان دوام سال از معیار معین بالا است، باید قسمی از ثروتشان را به افراد نادار و محتاج خیر کنند. شورای علمای تاجیکستان اعلام داشت که امسال از درآمد 25,000 سومانی فرد باید 625 سومانی زکات دهد. در نتیجه صدمه با اشتراک اتوبوس مسافربر در جمهوری بوریاتیای روسیه، شهروندان تاجیکستان و ازبکستان جراحت برداشتند. در این باره روز 17 اوگوست خادمان نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات به خبرگزاری تاس روسیه معلومات دادند. پیشتر خبر رسیده بود که صبح بر وقت 17 اوگوست در ناحیه یروینسکی بوریاتیا اتوبوس با 19 مسافر چپه شده از بلندی 3.5 متر به زمین برخورده است. همه زخمیان که کارگران کمبینات کوهی با نام ازیارنی می باشند به شفاخانه محلی انتقال یافتند. خادمان بازرسی دولتی روسیه سبب صدمه را تحقیق می کنند. در دوام 5 سال اخیر بیش از 204 ساکن تاجیکستان شهروندی روسیه را پذیرفتند. آمار نشر کرده وزارت کارهای داخلی روسیه از آن شهادت می‌دهد که از میان کشورهای آسیای میانه بیش از همه شهروندان تاجیکستان شهروندی روسیه را پذیرفتند. تنها در نیم سال 2021 44196 شهروند تاجیکستان شناسنامه روسی گرفتند. تاجیکستان یگانه کشور عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع است که با روسیه سازشنامه دو شهروندی دارد و شهروندان دو کشور می توانند همزمان دو شناسنامه داشته باشند. برخی از ساکنان تاجیکستان با استفاده از برنامه کوچبندی و یا پریسیلینی روسیه به این کشور مهاجرت می کنند که اکثریتشان متخصصان دارای معلومات عالی از جمله آموزگاران و دکتران هستند. محمد صابرов حامی حقوق مهاجران در مسکو سبب افزایش تاجیکانی را که شهروندی روسیه را میگویند چنین شرح داد و هشدار داد که بعضی از آنها با راه‌های غیر قانونی به این کار دست میزنند. اصلا اینا با راه ازدواج و با راه یعنی پروگرام پریسیلینی میگیرن شهروندی روسیه رو. بسیارتر آنهایی که با راه ازدواج میگیرن یعنی با ازدواج قلبکی اکثریت زندگی میکنن با همون زنهای روس، اما این ازدواج‌های قلبکی در آخر شناسنامه او رو بیکار میکنن اگر که بفهمن که با ازدواج قلبکی یعنی شناسنامه روسی گرفتگی باشند، همه وقت میتونن که اون یعنی شناسنامه ها رو بیکار کنن. حالا درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می‌دهم. امروز 18 اوگوست بانک ملی $1 ایالات متحده آمریکا را 11 سومانی و 33 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 29 درم و 1000 روبل روسی را 153 سومانی و 90 درم مقرر کرده است. بینندگان عزیز، در همین جا صحبت حاضره به پایان میرسد. تا دیدار نوبتی، خدا نگهدار.